آقا سلام. ما با برادر آپتین و خواهر مهشید حاجی و احسان اینا هم پشت سرن دیگه میخواستیم بریم صابونه بخوریم دیگه. همه ما فاز آپتین رو گرفتیم، همه بدنساز شدیم از همون غذای چیز خوردیم، همون غذای آماده ها. الان هم داریم میریم لیک، میریم همون فروشگاه نزدیک خونه گوشت و مرغ و اینا میخریم. جای شما خالی. الان میدونم یه سری ایران حاجی الان اونجا کباب و حال و نه که حالا کباب جو دوستانه خب حال میده دیگه. قلب ما حاجی هست با شما، نه که حالا واسه شعر نمیگم، واقعا میگم خوش نمیدونم دیگه. اینجا استوری اینا زیاد میذارم، ولی از کار زندگی خودتون نندازین، اینا رو بذارین جمع شه. شب میخواین بخوابین نگاه کنین که خوابتون ببره، به جای اینکه قرص خواب شیمیایی بی صاحب بخورین. حالا برای شما ویدیو میذارم دیگه. قربانت فعلا. آقا اومدیم اینجا خرید بکنیم. هوا رو ببینین چقدر هوای تمیزیه. به این هوا میگن تمیزیان و کاستاکورتا. بچه‌ها منتظرم آپتین و خانومش 25 سال زن و شوهران، انگار دوست دختر دوست پسرم با هم. بعد کله هم دیگه رو بوس میکنن. آره حاج آرش اینا اومدن. اونا اون رنج روبره، اونا اون ماشین آرش ایناست. اونا اون میوه میشه خورد آپتین یا میوه هم نمیشه خورد دیگه؟ بچه اومدیم پس اگه چی نمیشه خورد دیگه تو که همه چی میخوری. یه چیز بگیر آپتین. جوی جوکولات فوش دادم جون من نداره دیگه. کنگوشات که فوش شکم بگیر با این دونه رو بگی صرف کن دونه رو بشونم. آپتین میگه ما قهرمان ملی تو ایران. حاجی داریم میریم برای میخوام اینا رو بذارم که شما همه ببینین اینجا رو که اومدین قبلا با من که. آره اینجا میریم برای میخوام بریم میوه پیوه بگیریم و اینا. هندونه بگیریم آرش، میوه بینا بگیریم. با هوای آپتین بریم با گشنگی بمیریم برادر. آره برادر میوه رو خود این میخواد مسابقه بده. نه از اینا بگیریم. بابا این کمه، این چیزی نیست. نه اونا اونجا آماده ها هست. نه وایس اصلا این کیف ما یه هندونه بیرون من میبریم. آقا میدونم سرد نیست اون آرش که. اوکی میخوام بریم تو آب. اینو بزنم تو کیف. وایسا آقا وایسا. چیه مسخره کدو نه آپتین من به خدا امکان نره دیگه ام بی سی رو وایسم. نه به میلوف ساوت بگو. اینجا اومدم اینجا قصابی گوشت بردارم. 10 تا گوشت گرفتیم. آپتین بیک برادر بس برادر من 60 تا گوشت میگه کمه. میگه یه دونه دیگه بردار گوشت میگه بس دیگه. اینا 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بس. این ماهی هم میگه بگیریم. میگه نم سی بس داره آپتین. فرش نداره. نه این میگه سلمون نگیریم. میگه نمیم چی بگیریم. چیلیان سیبس. آقا بیا سالمون 20 رو بگید بره برادر. چیلیان سیبس اون دیگه چیه؟ آپتین ساقو کیپ کن رامی. اصلا تیلاپیا بخور تو. بعدم میاد آجی. ریش دایی رو گاییدن. آقا از این شکلات ها گرفتیم با شیر محلی. بگیم شیر آپتین میگه برای تیتاب نداشتیم وگرنه آپتین میگه برای دوران حجم عالیه این. تیتاب اگه داشت میخواست تیتاب بگیره. نوتریشن باز هستیم ما بچهای باریکلا. تبلیغات بگم دقیقاً. آفرین. اصلا نظر راجع به شیر چیه؟ الکل گرفتی؟ همه چی باز کرده خود میگه. گوشونی خراب کن. آیسان برو یه 2 تا کیک کامم بیار. بده احسان بیا داداش. چطور بود؟ خوب بود؟ احسان چطور بود؟ سوال نکنه ما رو. نه یه ذره دیگه بزن. خیلی چرده. اونی که من بگم هانی نبینه نه مسابقه مدار. آرش کن. 6 لیتر.
آقا جای رفقا خالی، دوستانی که جدید آمدن. اینجا اون آلونک ساحلیه که بچه ها خیلی خوش با موی این واو او مای گاد احسان برو توری اینجا گفتی آقا اصلا دریاچه مصنوعیه. این دریاچه رو اون سال که برای خودش زد حاجی میخواست شنا یاد بگیره، مربیش گفت که آقا تو استخ بهتره که یاد نگیری چون بعدها که میخوای بری توی اسپین ژکلوفسکی باید گفت از اینجا رو بکنیم. حالا تعریف کنم چند تا لودر از چلندر اومده بود. آره بابا بچه ها بفرمایید. بچه ها خیلی خوش اومدین. بچه ها خیلی منزل ما خوش اومدین. قربان دیگه هرچی هست و نیست. بچه استخ داداش اینفینیتی آب شور آب دریای مدیترانه است، فقط برای حاجی آوردن. تمام این قایقا مال ماست. همینجوری گرفتیم ریختیم اینجا همه رو. تمام سنگای فسفر. حیف که نمیتونم خوب صحبت کنم. این حالت داریم میریم یخ بگیریم و جای شما خالی. خواهر زندگی رو گاییدن. الان چالوس افتاده بودم اسیدی بود اینجا رو میدیدم. خدا رو شکر من یه جوری توضیح میدم انگار خود شما اینجا هستین. جای همه شما خالی واقعا. آرش من مسئولی میگیرم هر جوری از اون حرکت‌های فلیپ اینا رو بزن برو. آرش اون حرکته بود که برمیگشتی دو دور میزدی رو هوا. در بیار اونو. سفیده رو در بیار دانوان. آقا اذیت نکن زیرو. تو کجا میری؟ تو خودت شلوار تو در بیا مشت بیا. برو دیگه خوش آمدی. بابا چرا نمیخوام فیلم میگیری؟ نه بابا برو. آقا بذار تو سوشال مدیا. جلیقه رو بده بپوشه. جلیقه رو بهش بده. داری میری؟ آب بری اون روغن رو واکن بریز پشتش. آبتین وسط آب به هیچ چی فکر نمی کنی فقط آقا اومدیم جای همیشگی. اوکی تو دوربین باشی که ما با آبتین دوتا جت اسکی ها بچه ها تو آبن. حالا یه چیز جالب بهت بگم. این آقا ایرانیه فارسی، یعنی ایرانی که امریکا بزرگ شده. اینجا داداش وسط یه جایی تو هیوستن که تو نقشه اصلا پیدا نمیشه. بعد گفت که آبتین گفت ایرانی، گفت آره. بعد آبتین گفت آیزانه. گفت یکی از فامیلامون خانواده‌مون گفت فالوش میکنه. آره مادرم فالو میگه مامانم فالوت میکنه حاجی. برام تعریف می‌کردم. میگفت آدم خوبیه یا نه؟ میگفت من آدم خوبیم یا نه؟ فور ریل. آبتین هیکل من اینجا تو نور خوبه. این اینجا مسئول داداشمون مسئول آبتین که مسئول چیز بنزینه اینجا با حراست بنزین. این داداشم هم اینجا مسئول مسئله خوبی باشه. یه دو تا آبجو تگری واکن آبتین بزنیم. آقا آبتین که ما نمیدونیم حاجی میخواد کجای دنیا رو فتح بکنه. نه کالواس میخوره نه مشروب میخوره نه هیچی. بهش گفتم آقا روی این صندلی‌ها حداقل میتونیم مثل فتلیشای قاجار حداقل بشینیم ما 2 دقیقه. بفرمایید آبتین جان. آقا سلامتی رفقا حاج آبتین، بچهای توی قایق بیرون قایق، بچهای ایران همه از دم سلامتی، جایی که غم نباشه. آخه هیچی به درد آبجوی خنک میذاره. آبتین رفته اون ور راحت میتونم صحبت بکنم. از یه کسم بهتر میچسب آبجوی خنک. به خدا قسم. اومدم. آقا ناموسن جای شما خالیه. اینو به جان پدرم بیریا دارم میگم. فدای قلب شما. امیدوارم همه یک روزی آقا جای جیب گردنبند رو نداشتم بودم نیفته. چی کار میکنی تو؟
گاز نده آپتین، گاز نده اینجا. سوار ما نشو. اونجا پمپ بنزین بود، من یه آبجو زدم. مشروب راستی بخوای نمیخوام بخورم. الان آقا من این دفعه هر موقع اینجا رو نشون میدم، از این برادر اینجا رو نشون میدم، دلیلش اینه که شبیه بهنام صفوی خدا بیامرز این یارو. اینجا رو نشون میدم چون دوستای جدید به ما ملحق میشن، رو حساب اینه. ای کودتاگر بدنساز وزن آزاد کن. بچه ها تو آبن. الان انقدر برای شما، انقدر برای عزیز جانا استوری میذارم که فکر کنین همراه من این پشت نشستین کل 4.5 میلیون نفر. ای حاج آپتین، هی رفتی تو سنگ، سنگه بابا آپتین، هی آپتین، هی آپتین، هی الان گفتم 4.5 میلیون نفر این پشت منن. الان فردا آره ما همه کونه آیدان رو دست زدیم. ای کودتاگر آپتین، ابرو ای کودتاگر، ای کودتاگر ابرو رو با آقا I love you تو قلب من هستین. ثانیه به ثانیه زندگی رو تا زمانی که نفس بالا پایین کنه اشتراک میذارم به شما. اشتراک جای شما خدایی خالیه حاجی. ولی بگم بچه ها که میرن دوباره من و شما با هم دیگه کل این 4.5 میلیون 7.5 میلیون هم آنان فالوور، 11 میلیون نفر با داداشی تنهاییم، همه تنهای ایران. ای خوار زندگی. بچه های افغان فراموش نشه. حاجی اینا رو نگاه کنید چقدر خفنم. اون بچه هان اونجا بایستادن تکون میخوره بی صاحب که. آقا اول از همه پروردگار رو شکر میکنیم برای سلامتی تن سالم، کس خار پول و مول همه چی، این مهمترین چیز بود. بعدن هم آقا سلامتی شما رفقا و این رفقای باعثی که اینجا هستن افتخار دادن. حاج آپتین حاجی الان میفهمم چجوری بدنش اینجوری سالاره، به قرآن لب به هیچ چی نمیزنه. منم لب هیچ. آره حاجی فرمانده منطقه رئیس کمپ دیدی جت اسکی چی به ناله انداخت. احسان جون خودت سلامتی جمع، سلامتی رفاقت، آیسان جون، آپتین، دوتا برادرای گل، آرش عزیز، خواهرم محشید، سفورا، sister both amazing people. زیبا قشنگ دوست داشتنی. رفاقت ها میمونه و خاطرات و خوشی ها. سلامتی جمع آقا، سلامتی جمع، سلامتی جمع. سلامتی بعد آقا جای رفقا خالی. محشید خانوم خواهرمون داره برنج درست میکنن، ما هم که مسئول کبابیم. حاجی که اون سمت نشسته یه ماسی درست کرده که احتمالاً فردا از خون ما مذاب در میاد اینقدر تنده. میگه من عربم، میگه من شیخ عربم، سفید پوشیدم. بزن نگات کنم تو رو چی داری میزنی؟ یه توضیح بده راجع به این. گوشت موز چارچار هستیم، گوشت گوز نمیدید. این کجا بود؟ یه آپتین در مسابقه هستی چربیش کم بود، گفتم بچه ها برم میشه راجع به این گوشتی توضیح بدی شما؟ این گوشت گوز نه چربیش کمه. کمه؟ این چربیه حاجی را بدو. آقا جای رفقا خالیه، ما اکثرا 700-800 کیلو گوشت درسیم. سریع بچه ها بادیگاردای بابا رو گفتن برن 2 تا گوز سریع بگیرن بزنن. باید الان کجای گوز نه؟ این کجاشه؟ بغل رود پاشو دیگه پایین سمت چپ. اگه برودوسو رو دعوت میکردیم سر گوز ها. خواننده ها کیه؟ ریمیکس کیه؟ آقا برودو باشه به خوب که کرده دوتاش کردیم.
فردا سیب زمینی سرخ کرده باشه زعفران اوه 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 آشپز گفتم ما رو نگیرید جان من هنگی رو بیخیاله نمی رو باش دیگه نرون بر کباب بس ها دیگه یه گردان کباب یه توی میگردی کمه بگیر من استیکی حساب میکردم کم بود الان رو سیخ دارم میبینم زیاده میبریم و حتما باید با این پیاز قرمز باشه 100% چون گم اصلا موقع جفتگیریشون یاد باشن باشه نیست اره و زوزه میکشن بعد اکثرا گوزنای ماده بعد زوزه دنبال گوزنای نر میرن همه چی رو قرمز میبینن اون لحظه آفتین برگردم آفتین رو بدونم اون برگردم بعد چون قرمز ببینن همه شد آقا میدونم دیگه دارم میگوهم دیگه این دیگه تنها کاری که بلدم این اونا رو ریختم تهش کبابیان و کسیان و اینجا هم بچه ها اینا تیر خوردن برای بچه تیر خورده حاجی این ماست رو درست کرد محشیدم که اینجا درشو نمیوا کنم جیغداد میکنه الان ولی یه چند تا سیب زمینی برمیدارم که فقط بهش بگم در چه حد هست نه آبتیم نه آبتیم امکان نرزور بکن بگم یا خودت یا خانومت بخواب آبتیم حواست نیست مسخره ای تو چرا اینقدر آقا جای شما واقعا خالیه به جان قدیر اینا تقل میگم اینو گذاشتم که بداخت دست من سوخت جان کباب سلطنتی زندگی رویالیه دیگه چی کسکی میگم آقا فلش روشنه حسان آره آقا ببین چی جای همه خالی محشید خانوم تدیگ و برنج سکنجمین و حاجی جان ماس عربی و میگه نگو شمالی میگه بگو ماس عربی کباب و آقا جای همه خالی آبتین لش کرده میگه چی نمیخورم فقط مونده گوجه حاجی جای شما خالی ها جای شما خالی هست خدا سالار پرچم ما رو بردی نوک گوجه سیخ کم بود گوجه نتونستم بذارم گوجه آماده شده به نظره یا نه اوه سیخ تو خونه این بزنم جا نرمه گوجه درباری باشه